هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. موضوع امروزی ما در دوزخ چگونه عذاب است و چقدر دوزخ چقدر است. اکنون امروز در وصف عذاب دوزخیان برایتان کمی معلومات می‌دهیم. باوری دارم که این موضوع ها راه سعادت و خوشبختی را برایتان نمایان می‌سازد. یکی از عذاب‌های سختی که دوزخ را گرم می‌سازد این آتش دوزخ است. این آتشی که در دنیا ما استفاده می‌بریم از این آتش دوزخ 70 مراتب فرق می‌کند. هنگامی که ملائکه ها آتش را برای استفاده بردن بنده ها برای زمین آوردند، پس این آتش را در 70 بحر خنک کرده و به زمین گذاشتند. اگر یک ذره از آتش دوزخ در روی دنیا باشد، پس در این دنیا چیزی باقی نخواهد ماند، زیرا آتش دوزخ گرمی بسیار دارد. خواهران و برادران عزیز، این گفته های من معنای آن را ندارد که شما را از زندگی دلخنک کنیم، بلکه این معلومات ها برای آن است که شما راه سعادت و راه جنت را در همین دنیا انتخاب کنید، زیرا امروز فرصت است. شما را افتاده نشود، زیرا پروردگار ما به نهایت غمخوار و مهربان است و دوزخ جای آن کسانی هست که به گفته خداوند به روز قیامت باوری ندارند. چنانه که امام طحاوی میگوید دوزخ جای کافران و گناهکاران است. وقتی که انسان گناهکار و ملائکه های دوزخ در دوزخ میپرتایند، پس آن انسان گناهکار نه در آتش دوزخ میمیرد و نه نجات نیابد. خداوند از عذاب دوزخ در قرآن خبر میدهد همان کسی که در آتش دوزخ درآید آنگاه نه در آن میمیرد و نه زندگی مییابد. سوره اعلی آیت 12 و 13. در صحیح بخاری حدیث آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این دعا را میکرد: ای پروردگار ما، بده ما را در دنیا نعمت و در آخرت نعمت و نگاه دار ما را از آتش دوزخ. سوره بقره آیت 201. پس بیاندیشید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به خداوند این قدر نزدیکی داشت و با این قدر عظمت و بزرگیش از آتش دوزخ میترسید، پس ما چرا خود را به مسئولیت در نزد خداوند حس میکنیم؟ حالا آنکه یگانه چیزی که آتش دوزخ را افسون میکند این سنگها و انسانهای گناهکارند. درباره دوزخ و ملائکه های آن در قرآن آمده است که دوزخ 19 ملائکه دارد که تنها دوزخیان را عذاب میدهند. این 19 ملائکه که خداوند در قرآن ذکر میکند اینها سرداران ملائکه های دوزخند و با خود یاردمچی ها دارند. آیا میخواهید که چقدر بودن دوزخ را بدانی؟ پس این حدیث را تحلیل کن. در صحیح مسلم حدیث روایت شده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه اصحابش نشسته بودند که صدای بسیار دهشتناکی را شنیدند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحابش گفت: آیا میدانید که این صدای چی بود؟ اصحاب گفتند: خدا و رسولش داناتر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: این صدای افتادن آن سنگ بود که 70 سال پیش در دوزخ پرتافته بودند. اکنون آن سنگ به قعر دوزخ رسید که این صدای همون سنگ بود. راوی ابو هریره رضی الله عنه. از این حدیث چقدر بودن دوزخ را بها بدهید. کسانی که وارد این خانه پردهشت میگردند خوراکشان را خداوند از چی آماده میسازد؟ خداوند میفرماید از چشمه های بسیار گرم نوشیده میشوند. خوراک جز زاره یعنی خور زهردار ندارند که نه فربه میکند و نه گرسنگی را برطرف میکند. سوره غاشیه آیت 5، 6 و 7. چنانه که در موضوع جنت گفته بودیم که جنت دارای 8 در بود، اما دوزخ نیز دارای 7 در است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان به این طریق ذکر کردند: بگمان دوزخ جای آماده شده است که 7 در دارد و برای هر در بخشی از گناهکاران آماده می شود. یکم جهنم، دوم لظا، سیوم حطمه، چهارم سعیر، پنجم سکر، ششم جحیم و هفتم باشد حاویه. پس دوستان عزیز، بیایید تا با یک اندیشه و با یک خلاصه بیاییم که
پیش از آنه که در ترازوی قیامت سنجیده شویم، پس باید خدا در همین دنیا بسنجیم تا شرمنده روز قیامت نشویم. خداوند تمام بندگان مسلمان را از آن عذاب دوزخ دردناک نگه دارد. نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن. باقی خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.